یکی از مطالب مهمی که یه نصاب دوربین باید در رابطه باهاش اشراف ذهنی داشته باشه DHCP هست. اصلا DHCP چی هست؟ میخوایم توی ویدیو کوتاه DHCP رو با هم بررسی کنیم. قبل از اینکه وارد بحث DHCP بشیم، بیایم در رابطه با بحث اینترنت حرف بزنیم و دستگاه‌هایی که میخوان توی مجموعه اینترنتی با هم دیگه کار کنن. تمام وسایل الکترونیکی میخوان توی بستر شبکه اینترنتی کار بکنن، باید یک کد اختصاصی به خودشون داشته باشن که ما بهش میگیم چی؟ IP. مثل همون کد ملی که همه ماها داریم. حالا فرض بکنید که من مهمان اومدم به شرکت شما، گوشی موبایلم در میارم، از شما درخواست میکنم که با رمز مودمتون رو بدید، من میخوام به مودم شما متصل بشم. حالا تو مجموعه شما کلی وسیله خودشون متناسب با شبکه مودم شما یک کد اختصاصی دریافت کردن. الان من موبایلم رو روشن